برادر دیگر سوال کرده که السلام علیکم داملا جان، خب درباره ملت پرستی سخن میکردید، بسیار خوب میشد. در تاجیکستان هم بسیار برادران ازبک هستند. برادران عزیز، اصل ملتگرایی و ملتچیگی این حکمش در شریعت حرام است. انسان حق نداره که یعنی ملتچیگی کنه، ملتگرایی کنه، چون که خداوند تمام مؤمن و مسلمان در قرآن برادر خوانده است. انما المؤمنون اخوه، تمام مؤمن ها برادر هستند، چی وی عرب است، چی عجم است، چی تاجیک است، چی ازبک است، چی دیگر ملت است، خداوند همه را در قرآن برادر خوانده است. در حدیث مبارکش پیغمبر بزرگوار گفتند المسلم و اخو المسلم، گفتند مسلمان برادر مسلمان است. در سوره حجرات خداوند آیت 13 تا بفرمایند که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. رب العالمین میگه ای مردم دنیا، چی عرب هستی، چی عجم هستی، چی سیاه هستی، چی سفید هستی، من همه شما را از یک زن و یک مرد خلق کردم، از یک حضرت آدم علیه السلام و یک مام حوا خلق کردم، در بین شما شاخه و قبیله گرداندم تا اینکه همدیگر را بشناسه. بهترین شما در نزد خداوند پرهیزگارهای شما است. بهترین شما، به قدرترین شما، به حرمتترین شما در نزد الله رب العالمین پرهیزگارای شما هست. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در حدیث مبارکشون میفرمایند که این حدیث امام احمد روایت کرده است. حضرت میفرمایند که ایها الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد. گفتن ای مردم دنیا، ایرا بدونه که پروردگار شما یگانه است، یک تا است و پدر شما هم یک است، حضرت آدم علیه السلام. الا لا فضل لعربی على اعجمی ولا لاعجمی على عربی ولا لاحمر على اسود ولا اسود على احمر الا بتقوا. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم شما ایرا عنیق بدانه که نیست فضیلت و بزرگی عرب را بر عجم، یا اینکه عجم را بر عرب، سیاه را بر سفید، سفید را بر سیاه، یعنی برتری و یعنی فضیلت دارتری نیست مگر گفتم به تقوا. کدامی از اونها به تقوا باشه، کدام انسان خدا ترس و پرهیزگار باشه، همون شخصیت فضل و عزت و حرمت داره در درگاه خداوند. و این خاطر برادران بزرگوار من، ما حرکت داشته باشیم که مؤمن ها و مسلمان ها همدیگر را جدا نکنیم. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. الله رب العالمین برای ما دستور داده است که همه در رسمان خدا، در دین خدا، در قرآن خدا ای مؤمن ها و مسلمان ها چنگ بزنه، تفریقه، پریشان و یعنی گروه با گروه، قبیله به قبیله نشوه، همه حرکت کنه یک جای باشه. به این خاطر یعنی ملتچگی در شریعت اسلام برادران عزیز و بزرگوار من حرام است. حرکت کنه که ملتچگی نداشته باشه.